مامان عبد جبهه میدونم. تا وقتی عبد جبهه هست منم آبادان میمونم. آخه چطوری میشه تو آبادان در امان بود وسط محاصره؟ آخه لنج داشت بابام. یه روز رفت دریا و دیگه برنگشت. میتونیم موتور یه لنج رو تعمیر کنی؟ اگه چطور بشه؟ که بریم از اینجا. میشه توضیح بدی چجوری؟ از راه بهمنشیر با لنج. با لنج؟ آیا تو از اون دست مردایی هستی که میشه بهشون اعتماد کرد؟ ناخدای لنجی؟ یه ناخدای خوب سراغ نداریم. خوبش سراغ. من دیگه دریا نمیرم جوون. حتی اگه میتونستین جون این همه آدمو نجات بدید. در واقع آبادان هر لحظه ممکنه سقوط کنه مگر اینکه معجزه‌ای بشه. کی دنبالش میگردی؟ داداش بزرگم. میخوام باش همه رو از آبادان ببرم بیرون. زود باشین، باید راه بیافتین.